بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا و سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز. بنده بابک چابک هستم. خب لازم دونستم یه سری نکات تکمیل تری رو به مبحث در واقع ویدیوی قبلی اضافه کنم، یعنی بخش قبلی اضافه کنم و چند تا نکته رو هم اینجا بگم حالا خدمت شما دوستان عزیز. نکاتی که میخوام بگم، یکی این که موضوعش این بود که در واقع بذارید من تنظیم میکنم. ببینید ما ببخشید، اون فیبوناچی که من صحبتش رو کردم که رسم میکنیم و میایم و حالا به عبارتی 127% رو مشخص میکنیم. جناب آقای خاکستر فی الواقع چیز دارن، یعنی فرمولی رو به هر حال به کار بردن و میگن که خب در واقع این هر گامی 3 بخش هست و من البته از این هم استفاده کردم و شیبو اومدن استفاده کردن که تقریبا این شیبو رو حالا مثلا ما توی این اسپاک میبینیم که در واقع FTC که میزنیم هم اسپاک هم این و 3 بخش میشه. ما میایم چه کار میکنیم؟ به جای 127% و 162% و حالا درصدهای دیگه میایم و درصدی که بهش اضافه میکنیم اینجا ما خب 33 اضافه میکنیم، 133 میزنیم، اینجا هم 66 میزنیم چون چیزی که جناب خاکستر انجام میدن این درصد هست و دوباره اینجا هم 33 میزنیم، 233 و حالا 262 66 هم داره که خب حالا خیلی سراغش نمیگیم. ببینید من این درصدا رو رسم کردم و حالا از سمتی که قرار هست مثلا در واقع شکسته میشه بین کف و سقف این کندل روزانه، این کندل روزانه است، حالا هفتگی فرق نمیکنه، رسم. ببینید درصد 133% خیلی بهتر جواب داده. میبینید اینجا برخورد کرده و ریخته. دلیلش هم من اگر اینجا یه پنجایی داره حذف بکنم، میبینید اینجا تقسیم شده، 3 بخش تقسیم شده. فی الواقع این در واقع شده 3 بخش. البته اینجا ما 62 رو داریم، 3 بخش نیست. من اینا هم 33 میکنم، 33 این رو هم میکنم 66. فرق نمیکنه. خب میبینید اینجا ما 3 بخش داریم، یعنی ما اومدیم این گام، یعنی این کندل روز قبل 3 تا بخشش کردیم و اندازی یکی از این گام ها، من نمیخوام وارد فلسفهش بشم که حالا چرا آقای خاکستر 3 بخش میکنه و 3 گام در نظر گرفته و اینها. ایشون میاد میگه که 3 بخش داریم و اندازه یه دونه از این گام ها وقتی که شکسته میشه یه دونه گام ما داریم، یعنی یه لول رو این بالای سر خودش داره و لول های بعد. این الان شاخص داروجانسه و به همین ترتیب حالا من مثلا اگر که کندل هفتگی بکنم، این رو هفته قبلش من برمیگردم و میبینیم که از این سمت که خب حالا شکسته شده، از هر سمتی که شکسته میشه این سمت به هر حال نفوذ کرده و این لول در اول هفته حمایت شده و بعد رفته از این سمت بشه. میبینید واکنش قیمت به لول ها رو دقت کنید، یکی اینجا، یکی اینجا و یکی هم دقیقا اینجا و باز هم دوباره 233. این هم یه تیپسی هست که گفتم که تو ویدیوی تکمیلی ضبط کنم و این رو هم بگم. یا به عبارتی مثلا این هفته‌ای که اینجا بوده، حالا این نحوه رسم کردنش هم داستان میشه به اینجا. اینجا دیگه نتونست سقف رو بشکنه و رد بکنه، اینجا خب به هر حال نفوذ کرده و بعدم اصلاحیش رو انجام داده تو هفته قبل و خب این گره‌ای که تو هفته
قبلی وجود داشته اینجا اصلاحش رو تا اونجا بوده که هیچ. به همین ترتیب برای روزانه هم میاد این کار رو انجام میده. من برگردم یورو به دلار و کندل های روزانه و بعد مثلا این روز قبلش رو اینجا و این ببینید. منظورم واکنش، ببینید نگاه کنید یه دونه کندل سایه زده واکنش زده و حتی اومده یه دونه افتیار هم روش ساخته. اینو من حالا برم تا پایین‌تر می‌بینید اومده یه گره‌ای ساخته، اصلاحی رو انجام داده و بعد شکستش رو تکمیل کرد و بعد اصلاح و پولبک و غیره تا لول بعدی. یا به عبارت اینجا که خب مثلا لول های بیشتری رو رد کرده، ولی واکنش رو دقیقا می‌بینید اینجا مثلا یه واکنش داشته و لول ها رو رد کرده و رفت. از این هم میتونید استفاده کنید و بهره ببرید. این یه قضیه است که گفتم ببینید اینجا مثلا 133 واکنش داشته و اصلاحش رو انجام داد. خب حتی میتونید به عنوان تارگت در نظر. این یه موضوع بعد که میخواستم بگم در مورد سشن هاست. من میام روی حالا داو جونز فرق نمیکنه اون هیچ کدوم فرق. ببین ما وقتی که میایم کندل روزانه روز قبل رو در نظر میگیریم گفتیم که میایم از روز قبل تحلیل میکنیم دیگه. حالا به هر حال میگیم یه کندل سودیه، گرایی که تو دل این کندل هست کجاست و رفتار بازار رو در لحظه رو اصلا ما کار نداریم که این سمت چپ دیگه چه چیزایی قرار داره. خب اون سشنی که در واقع ما استارت کارمون رو میزنیم سشنیه که در واقع اروپا شروع میشه. حالا برای داو جونز معمولا شما دیگه باید از سشن لندن استارت رو بزنید، یعنی بیا دیگه روی این حالا بروکر ساعت 10 استارتش خورده میشه و برای مثلا یورو به دلار مثلا از سشن اروپا باید شروع بکنید. از برای اونس مثلا باز هم از همون سشن لندن باید شروع بکنیم. این سه تا موردی هست که من دنبال میکنم. این البته این نزدک ها داو جونز نیست. برای نزدک و داو جونز و حالا اینها میام از این استفاده میکنم. خب ببینید دقت کنیم ما اومدیم یه تحلیل کردیم. خب تحلیل کردیم دیگه یه لول رو ما اینجا داشتیم. ببینید این لول قاعدتا باید شکسته بشه خب تا ما بگیم مثلا بر فرض مثال صعود ادامه خواهد داشت. ببینید توی تایم لندن تحلیل هم که بکنیم مثلا اومدیم پایین زده این های رو زده و احتمالی اصلاح وجود داره، پس باید بریم دوباره مثلا خرید و تحلیل میکنیم دیگه این تا اینجا اومده گره اینجا و خب اینجا باید بریم دوباره تو سشن لندن تریگرمون رو میتونستیم تریگر خریدمون رو بگیریم تا کجا؟ تا تارگت اول که مثلا اینجا باشه. این تارگت رو نتونسته رد بکنه و بعد اومده میبینید که یه حرکت ABC مانند و این های رو زده. ببین میخوام چی بگم، میگیم ما داریم لحظه به لحظه بازار رو دیگه دنبالش میکنیم، مثلا دنبال این نیستیم که حالا در گذشته بازار آره یه سطحی وجود داره میخواد بهش برخورد بکنه یا نه. بعد اون سطح رو نتونسته رد بکنه، اینجا مقاومت کرده و خب ادامه داستان میایم ذره ذره این سطوح‌ها و تمام این حرکاتی که توی سشن لندن اتفاق میفته، یعنی در واقع میبینید از اینجایی که دیگه استارت میخوره اینها رو ما میایم آنالیز میکنیم، یعنی میایم سطوحش رو مثلا گرهش رو به دست میاریم. مثلا میبینید گره سر راهش در واقع اینجا بوده. حالا این که خیلی پررنگ هم نشون داده نمیشه اینجوری. این گره سر راهش یه دونه گره اینجا بوده که این گلف شده و قیمت برگشته و یه پولبکی رو زده. خب میخواستیم ریز بشیم و اینجا هم که خب یه دونه لول داشتیم و این لول رو این گره رو اومده چیز کرده رد کرده و خب پولبکش رو به این سطح زده. سوای از این تو همین تایم فریم میبینیم که ما یه دونه
دراپ داشتیم، یه دونه بیس تشکیل شده. بیسمون سپر داره دیگه، میبینید این یه سپری داره، پس مهمه. ولی میشه سطح جعلی، یعنی یه بار قیمت رو هل داده پایین، یعنی دفعه بعد دیگه عمل نمیکنه. پس این ناحیه بالایی که اینجا باشه میشه ناحیه چی؟ نقدینگی ما. این باید مثلا هانت بشه و بیاد با این واگن، این هانتش رو انجام داده و به عبارتی همینجا مثلا یه دونه برخورد لو زده های، یه لو و اینجا مثلا یه دونه یک نیمچه کیو امی مثلا تشکیل. ببین دنبال کردن رفتار قیمت در لحظه دیگه، یعنی اونجایی که استارت سشن زده میشه دیگه ما میایم اینو شروع میکنیم آنالیز و بررسی لحظه‌ای حتی انجام دادن رو اون لول هایی که حالا از قبل هم مشخص کردیم، تحلیلی هم که داشتیم، یه فورکست داشتیم، میایم اینها رو میشینیم بررسی میکنیم، تحلیل میکنیم، دوباره مثلا در نظر میگیریم و هم میگیم که خب مثلا این دوباره باید بیاد این کف رو مثلا بزنه و هر چه که سیگنالی چیزی گرفتیم رو تو این مسیر میتونیم بگیریم انجام بدیم. یا به عبارتی وقتی که باز دوباره مثلا میرسه به اینجا، ما خب این کف رو داشتیم دیگه از قبل و بخوایم بگیم که مثلا یه ناحیه مثلا اینجا، حالا FTC هم میخوام رسم بکنم به این حالت که اینجا میشه یک سومش. ببینید تقریبا تا نزدیک FTC هم اومده. خب این میشه ناحیه‌ای که ما انتظارش رو داریم واکنش روش انجام میشه، باید میشه. و من اینو ابزار بذارم که نپره و اینجا می اومدیم رفتار رو دنبال میکنیم، این دوباره به اولین برخورد و وقتی که اولین برخورد میشه تو برخورد دوم ما دنبال هانتیم دیگه، یعنی میاد اینجا و یه دونه استاپ رو میزنه، یعنی استاپ ها رو میزنه، زیر این منتظر هستیم، مثلا میشده با اینجا ورود کرد استاپ اینجا و خب ادامه حرکت رو هم اینجا داشتیم و خب بازم دنبال کردن رفتار قیمت هست دیگه، یعنی به عبارتی ما این سطح هم ماده مصرف کرد. به عبارتی ما همین رفتار، مثلا این رفتاری که انجام داده، دوباره ما انتظار یه جایی هستیم که پولبک بزنه یا هانت بکنه، بیاد نقدینگی رو جمع بکنه، ما به دوباره سوارش میشیم دیگه، میگیم صعودیه دیگه. به رو چه حساب؟ اینجا یه دونه لو داشتیم، یه دونه های، یه دونه لو، این همین رفتار ما داریم تکرار دنبال میکنیم دیگه. این اینجا مهمه خاطر اینکه یه دونه تی ام هم هست، میبینید. خب کجاش مهمه؟ یه دیگه باید بریم شیبا بزنیم. خب اینجاش میبینید. خب ما اینجا انتظار داشتیم باید بیاد قیمت واکنش بده. کجا انتظار داشتیم که هانت بشه؟ این یکی انتظار داشتیم هانت بشه، یعنی این خودش یه بار قیمت رو هم اینجا یه بار می‌بینی این سپرشه، این هانت اینجا نقدینگی وجود داشته و اینجا هانت بشه، می‌بینی دقیقاً اومده زیر اینو زده، یه بار هانت کرده رفته بالا و باز دوباره اومده برخورد کرده به این سطح و رفته، بلکه خب اینجا هم دیگه خبر اعلام شده و گپی زده و ادامه راهش رو داده و رفته. خب منظور یعنی دنبال کردن رفتار قیمت تو سشن هست. خب من مثال بخوام برای یورو اینا هم بزنم، همین داستانه. شما الان ببینید با تایم فریم مثلا کم بکنیم، خب بررسی میکنیم تا ساعت 9 تقریبا اینجا و میام میگیم که خب های روز قبل رو زده قیمت که اینجا بوده، توسط این زده شده، رفته یه های جدیدتر زده، اینجام دوباره یه دونه لو زده، این و اینم که خب یه بار پرتابش کرده بالا ایجاد نقدینگی کرده، این لوه باید زده بشه و میبینید که تو تایم ببخشید میگم نیویورک، تایم اروپا میاد اینجا رو هانت میکنه و بعد میره های جدیدتر، یعنی تارگتش رو هم اینجا داده، یعنی به ما به هر حال یه موقعیتی رو میداد. خب اینی که رفته و های جدید زده قاعدتا یه اصلاحی داره
و اگه ما اصطلاحش رو ببینیم میخوایم ببینیم تا کجا میتونه بیاد پایین. ببینید این محدودش از اینجا تا اینجا، محدوده‌ای که واکنش ما نسبت بهش داشتیم اینجا اومده و یه بار واکنش و واکنش دوم که خود یه بار واکنش زیر یه دونه اون لویی که میزنه برای ما تریگره، یعنی میایم زیر این میشینیم و استاپونا میذاریم حالا جای مناسب و اینجا هم که دیگه واکنششو انجام دادیم. به این حالت یعنی ما رفتار قیمت رو در خود سشن دیگه دنبال میکنیم. یعنی اصلا نمیدونم حالا تونستم منظورم رو برسونم یا نه. انشالله بعد از این که من این ویدیوها رو تمام و کمال ضبط کردم و هر آنچه که باید میگفتم و گفتم، انشالله به صورت روزانه یا هفتگی توفیقی بده، عمری باقی باشه، حتما مثال خواهم زد، در طول روز بررسی خواهیم کرد و بعد از بررسی ها و ایجاد نتیجه میام مثلا یه ویدیو رو دیگه آپلود میکنم. خب این کل نکاتی بود که میخواستم توی اضافه کنم به اون، ولی خب تایم اونم زیاد نبود، البته یادم هم نبود که اینا رو بگم و یادم اومد گفتم که تکمیلش کنم و بهش اضافه کنم. براتون آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم مطالبی که گفتم مفید واقع شده باشه و بدرود، التماس دعا.